سلام دوستان، با کانال نکاتوب خوش آمدید. میگویند دوست هرچند که دانا و زیرک باشد اما بالاخره به دست میافتد. اما فکر کنید که اگر دانا نه بلکه احمق باشد پس چی به سرش خواهد آمد؟ حالا اگرچه این آدمان با عقل کوتاه خود دزدی میکنند اما با سبب کارهای احمقانه‌شان خیلی زود به دست میافتند. پس بیایید با احمق‌ترین دوست‌های ثبت شده در کامera شناس شوید. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک مانید. در سان کاتارینای برزیلیا میلیسیا یک دزد ابله را با جرم دزدی در مغازه طلا فروشی با آسانی دستگیر کرده به زندان پرتافت. اما نمیدونم این دزد چی فکر کرد که با دریچه خوراکدهی کوشش گریختن از زندان را کرد. لباسهایش را کشیده به نقشه فوق‌العاده خود عمل کرد، اما بیچاره در نیمی راه با یک ته‌پوش محکم ماند. نگهبانها را برای یاری فریاد کرد. سپس میلیسیا یاری فوق‌العاده را دعوت کرد. با بدنش روغن میمالند اما باز هم برآورده نمیتوانند. بعد با یاری اره برقی در را میبرند و بیچاره را خلاص میکنند. او دیگر در مشکلات زندگی از عقل روشن خود استفاده نخواهد کرد. در جوا پیسوای برزیلیا یک صحنه بی‌نظیر در کامera ثبت شد. 26 اپریل سال 2016 یک دزد سوار بر اسب به مغازه آمد. اسبش را با خودش به مغازه درآورده به دزدیدن سر کرد. اسب هم به کفت و کاوی خوراک رفت. سپس به نزد کسی آمده از او پول طلب کرد اما از او چیزی گرفته نتوانست. بعد با شنیدن صدای اسبش بود که در یخدان چیزی میجست. در کامera دیده می شود که دزد اسبش میدود و بعد برآمدن از مغازه اسب به یک طرف و دزد به طرف دیگر میگریزد. دزد بیچاره چیزی به دست نیاورد و اسبش را نیز گم کرد. حالا با این دزدان پاکستانی آشنا شوید که در دزدیدن آینه های ماشین مهارت دارند. می آیند و در یک لحظه آینه ها را می دزدند و می گریزند. چون این حادثه در پنجاب پاکستان روی داد وقتی می خواستند در یک ثانیه آینه ها را گرفته گریزند که یک بار صاحب ماشین خبر می شود و همراه پدرش دویده دزد را دستگیر می کنند. در پاکستان به مثل ایران و افغانستان با دزد فقط یک کار میکنند، اما آنها دزدها را گرفته به خانه درآوردند. در کامنتاری نویسید که در خانه با آنها چی میکرده باشند. هر دزد در دزدیدن آینه ماشین مهارت نداشته است. این دزد با دست و پایش میکشد و بالایش میبراید اما آینه ماشین را کنده نمیتواند و سرانجام دست خالی به خانه برمیگردد. این ویدیو سال 2019 در فیصل آباد پاکستان ثبت شده است. او به حجره دستگاه پولگذرانی در آمده حرکت‌های عجیب می‌کند. این دوست شخصیت خود را پنهان نمی‌کند. نه تنها میلیسیا را دعوت به دستگیری می‌کند بلکه باز آنها را مسخره هم می‌کند. در واقع این مرد برای دزدی به اینجا نیامده است بلکه مقصدی دیگری دارد. او به طرف کامera زبان دراز می‌کند و به یگان اسباب با دستش دستگاه را می‌کشاید. بعد کارتش را که در درون دستگاه محکم شده است می‌گیرد و دوباره دستگاه را محکم کرده از آنجا می‌گریزد. بعد این ویدیو در بین مردم پخش شد و دزد را دستگیر کردند. میلیسیا گفت که با همین راه او پول زیادی را از دیگر دستگاه‌ها دزدی می‌کرده است. این شخص صلاح الدین ایوبی نام داشت که در بازداشتگاه میلیسیا درگذشت و میلیسیا با آزار و شکنجه او متهم شد. در این صحنه دو دزد در کمین نشستند و وقتی دختر از ماشینش میفراید یکی از دزدها میخواهد که سمکه‌اش را بدزدد، اما آنها نمیفهمند که در خانه زنبور دست پیش کردند. دختر وقتی دزد را میبیند مثل یک جنگاور با او مبارزه میبرد. پس از مدت لاتوکوب شریک دزد میآید و با اسلحه دستش دختر را میترساند و شریک نیم مرده خود را نجات میدهد. 22 ژانویه سال 2016 در سانتا کالیفرنیا در زندان مرکزی اورنج کانتی شخص با نام جوناتن و دو دزد زندانی دیگر با گذشتن از قبورهای زندان به بام زندان میبرایند. جالبش این است که آنها چگونگی فرار خود را با تلفن ویدیو کرده گویا که برای چگونه گریختن از زندان ویدیوی آموزشی تیار میکردند. آنها این تلفن را نیز در زندان دزدیدند و از تمام مرحله‌های گریختنشان رسم میگیرند. اگر دیگر زندانیان در وقتی گریختن تلخ کف شوند، اینها برعکس با دل پر و وقتی خوش از زندان گریخته 643 از 7 کیلومتر از زندان به طرف سان فرانسیسکو میگریزند. بهوده نگفتند که کاری که از حد گذرد رسوا می شود. آنها بعد گریختن به این ثبت های ویدیویی خود دوام دادند و آن ثبت ها را در اینترنت پخش کردند.
و میلیسیا از روی ویدیوهایشان مکان پنهان شدنشان را یافته طول چند روز آنها را دستگیر کرد و بیچاره ها را همکاسه مساج کردند. حادثه بعدی چنین است. مرد برای پر کردن ماشین با بنزین از ماشین می‌فراید و دوست از طرف دیگر ماشین سمکه او را گرفته با موتورسیکل سوار شده می‌گریزد. مرد در آن نزدیکی کارش را می‌بیند و از پسش می‌دود و دوست از ترس سراسیمه شده به طرف دیوار رفته می‌زند. او دزدی کردن نتوانست و باز آسیب هم دید و دستگیر هم شد. موتورسیکلش هم شکست. راست می‌گویند که نتیجه کاری بد است. حالا دوزدانی احمقی را می‌بینیم که هنگام دزدیدن ماشین دستگیر شدند. در ویدیو می‌بینیم که زن با ماشین خود حرکت دارد که 4 دزد از پسش میآیند و با نشان دادن اسلحه خود می‌خواهند او را ترسانند. ماشین او را بدزدند. از او می‌خواهند که از ماشین فراید، اما زن در ماشین را محکم کرده بود. بعد لحظه زن چنان عصبانی می‌شود که ماشینش را به عقب رانده ماشین دزدها را می‌کوبد. این دوزدانی احمق از ترس از آنجا می‌برآیند، اما زن آرام نمی‌شود و 4-5 بار دیگر ماشین دزدها را می‌زند و آن را پچق می‌کند. دوستها با پای پیاده گریختن را بهتر می‌دانند. بعد این واقعه میلیسیا آمده ماشین دوستها را تصرف کرد. به یاد داشته باشید که زنها را با چشم کم نبینید. مردی در ویدیو دیده شده مست بود یا احمق معلوم نیست. در روز روشن به درون خانه نگاه نکرده کوشش میکند که تریزه را شکند، در حالی که از پیش دیوار نیست و میتواند که بی زحمت به خانه درآید. با این وجود او زیاد کوشش میکند و تریزه را گشوده به درون میدراید، اما چیزی نمییابد چون که آنجا یک گاراژ خالی بوده است. تشکر دوستان که تا آخر ویدیو با ما بودید. کدام یک از این دزدی‌های احمقانه به شما پسند آمد؟ نظرات خود را در کامنتاری نویسید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما حتما به کانال ما ابونه شوید. سلام دوستان، به کانال نکاتوب خوش آمدید. میگویند دوست هرچند که دانا و زیرک باشد اما بالاخره به دست میافتد. اما فکر کنید که اگر دانا نه بلکه احمق باشد پس چی به سرش خواهد آمد؟ حالا اگرچه این آدمان با عقل کوتاه خود دزدی میکنند، اما با سبب کارهای احمقانه‌شان خیلی زود به دست میافتند. پس بیایید با احمق‌ترین دوست‌های ثبت شده در کامera شناس شوید. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک مانید. در سان کاتارینا برزیلیا میلیسیا یک دزد ابله را با جرم دزدی در مغازه طلا فروشی به آسانی دستگیر کرده به زندان پرتافت. اما نمیدانم این دزد چی فکر کرد که با دریچه خوراکدهی کوشش گریختن از زندان را کرد. لباسهایش را کشیده به نقشه فوق‌العاده خود عمل کرد، اما بیچاره در نیمی راه با یک ته‌پوش محکم ماند. نگهبانها را برای یاری فریاد کرد. سپس میلیسیا یاری فوق‌العاده را دعوت کرد. با بدنش روغن میمالند اما باز هم برآورده نمیتوانند. بعد با یاری اره برقی در را میبرند و بیچاره را خلاص میکنند. او دیگر در مشکلات زندگی از عقل روشن خود استفاده نخواهد کرد. در جوا پیسوای برزیلیا یک صحنه بی‌نظیر در کامera ثبت شد. 26 اپریل سال 2016 یک دزد سوار بر اسب به مغازه آمد. اسبش را با خودش به مغازه درآورده به دزدیدن سر کرد. اسب هم به کوفت و کوبی خوراک رفت. سپس به نزد کسی آمده از او پول طلب کرد، اما از او چیزی گرفته نتوانست. بعد با شنیدن صدای اسبش بود که در یخدان چیزی میجست. در کامera دیده می شود که دزد اسبش میدود و بعد برآمدن از مغازه اسب به یک طرف و دزد به طرف دیگر میگریزد. دزد بیچاره چیزی به دست نیاورد و اسبش را نیز گم کرد. حالا با این دزدان پاکستانی آشنا شوید که در دزدیدن آینه های ماشین مهارت دارند. می آیند و در یک لحظه آینه ها را می دزدند و می گریزند. چون این حادثه در پنجاب پاکستان روی داد وقتی می خواستند در یک ثانیه آینه ها را گرفته گریزند که یک بار صاحب ماشین خبر می شود و همراه پدرش دویده دزد را دستگیر می کنند. در پاکستان به مثل ایران و افغانستان با دزد فقط یک کار میکنند، اما آنها دزدها را گرفته به خانه درآوردند. در کامنتاری نویسید که در خانه با آنها چی میکرده باشند.
هر دزد در دزدیدن آینه ماشین مهارت نداشته است. این دزد با دست و پایش میکشد و بالایش میبراید، اما آینه ماشین را کندن نمیتواند و سرانجام دستی خالی به خانه برمیگردد. این ویدیو سال 2019 در فیصل آباد پاکستان ثبت شده است. او به حجره دستگاه پلگذرانی در آمده حرکت‌های عجیب می‌کند. این دوست شخصیت خود را پنهان نمی‌کند. نه تنها میلیسیا را دعوت به دستگیری می‌کند، بلکه باز آنها را مسخره هم می‌کند. در واقع این مرد برای دزدی به اینجا نیامده است، بلکه مقصدی دیگری دارد. او به طرف کامera زبان دراز می‌کند و به یگان اسباب با دستش دستگاه را می‌کشاید. بعد کارتش را که در درون دستگاه محکم شده است می‌گیرد و دوباره دستگاه را محکم کرده از آنجا می‌گریزد. بعد این ویدیو در بین مردم پخش شد و دزد را دستگیر کردند. میلیسیا گفت که با همین راه او پول زیادی را از دیگر دستگاه‌ها دزدی می‌کرده است. این شخص صلاح الدین ایوبی نام داشت که در بازداشتگاه میلیسیا درگذشت و میلیسیا با آزار و شکنجه او متهم شد. در این صحنه دو دزد در کمین نشستند و وقتی دختر از ماشینش میفراید، یکی از دوستها میخواهد که سمکه‌اش را بدزدد، اما آنها نمیفهمند که در خانه زنبور دست پیش کردند. دختر وقتی دزد را میبیند مثل یک جنگاور با او مبارزه میبرد. پس از مدت لاتوکوب شریک دزد میآید و با اسلحه دستش دختر را میترساند و شریک نیم مرده خود را نجات میدهد. 22 ژانویه سال 2016 در سانتا آنا کالیفرنیا در زندان مرکزی اورنج کانتی شخص با نام جوناتن و دو دزد زندانی دیگر با گذشتن از قبورهای زندان به بام زندان میبرند. جالبش این است که آنها چگونگی فرار خود را با تلفن ویدیو کرده، گویا که برای چگونه گریختن از زندان ویدیوی آموزشی تیار میکردند. آنها این تلفن را نیز در زندان دزدیدند و از تمام مرحله‌های گریختنشان رسم میگیرند. اگر دیگر زندانیان در وقتی گریختن تلخ شوند، اینها برعکس با دل پر و وقتی خوش از زندان گریخته 643 از 7 کیلومتر از زندان به طرف سان فرانسیسکو میگریزند. بهوده نگفتند که کاری که از حد گذرد رسوا می شود. آنها بعد گریختن به این ثبت‌های ویدیویی خود دوام دادند و آن ثبت‌ها را در اینترنت پخش کردند و میلیسیا از روی ویدیوهایشان مکان پنهان شدنشان را یافته طول چند روز آنها را دستگیر کرد و بیچاره‌ها را همکاسه مساج کردند. حادثه بعدی چنین است. مرد برای پر کردن ماشین با بنزین از ماشین می‌فراید و دزد از طرف دیگر ماشین سمکه او را گرفته با موتورسیکل سوار شده می‌گریزد. مرد در آن نزدیکی کارش را می‌بیند و از پسش می‌دود و دزد از ترس سراسیمه شده به طرف دیوار رفته می‌زند. او دزدی کردن نتوانست و باز آسیب هم دید و دستگیر هم شد. موتورسیکلش هم شکست. راست می‌گویند که نتیجه کاری بد است. حالا دوزدانی احمقی را میبینیم که هنگام دزدیدن ماشین دستگیر شدند. در ویدیو میبینیم که زن با ماشین خود حرکت دارد که 4 دزد از پسش میآیند و با نشان دادن اسلحه خود میخواهند او را ترسانند، ماشین او را بدزدند. از او میخواهند که از ماشین فراید، اما زن در ماشین را محکم کرده بود. بعد لحظه زن چنان عصبانی میشود که ماشینش را به عقب رانده ماشین دزدها را میکوبد. این دوزدانی احمق از ترس از آنجا میبرایند، اما زن آرام نمیشود و 4-5 بار دیگر ماشین دزدها را میزند و آن را پچق میکند. دزدها با پای پیاده گریختن را بهتر میدونند. بعد این واقعه میلیسیا آمده ماشین دزدها را تصرف کرد. باید داشته باشید که زنها را با چشم کم نبینید. مردی در ویدیو دیده شده مست بود یا احمق معلوم نیست. در روز روشن به درون خانه نگاه نکرده کوشش میکند که تریزه را شکند، در حالی که از پیش دیوار نیست و میتواند که بی زحمت به خانه درآید. با این وجود او زیاد کوشش میکند و تریزه را گشوده به درون میدراید، اما چیزی نمییابد چون که آنجا یک گاراژ خالی بوده است. تشکر دوستان که تا آخر ویدیو با ما بودید. کدام یک از این دزدی‌های احمقانه به شما پسند آمد؟ نظرات خود را در کامنتاری نویسید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما حتما به کانال ما ابونه شوید.